خیال نگه که تو با دختری روز زنا میکنی و این زنا نمیشود و یا همچون خواهر دیسابش کن بیچاره جاتیا پولتیا مالتیا دنیاتیا با زنش نتجاوز کن با دخترش نتجاوز کن این چه خیلی ایمانه این چه خیلی مسلمانی این بدیم که در همین جا بعد بای بچه ها برمده کروتایا دخترهای مردم فیلت داره از خدا نمیترسی این 3 و 5 میگی 10,000 20,000 دلاری تو چی نستی اینجور زنها شکایت دارند که دختر پیش من آمد میگه من این بچه تلفن دارد وقتی که تلفن با او بچه را که ما صحبت کردیم این بیچاره پولمونی نامری ندازیده است خدا زدن همین درجه که پینچی ها هسته که شما نامره دخترها گیرده با دخترها زنگ میزنی بدبختی خدا زدن پینچی شدی از خدا ترس انشاءالله خدا کرد از الله ترسیده انشاءالله پینچی میشم از الله ترسیده سوداگر شم از الله ترسیده بیزنس میشم تا خدا پول برای زنا کردن نداد برای جامعه ویرو کردن نداد برای کام فساد کردن نداد عاقبت این زنا میدانی خدا کرد خدا برکت از دنیا میگیرد من از که ما شما بیم برکت عذاب کشته شدیم از دیگر چیزا عذاب کشته شدیم باعث چی است خیال نکنه که در که ما شما زنا نیست خیال نکنه که شما نمیدانی همه میدانی زنا بدنم دویم خدا سبحانه و تعالی از یعنی روز 30 سالی نور میگیرد کسی زناگر باشد الله مخصوص برای انسان نور میتید که اون نور با پول و با مال چیزم خریده نمیشود و خاکای خیتا یافته نمیشود همون نور تا الله سبحانه و تعالی میگیرد از روز سیوم عمرت کوته میشود عمری دراز نمیبینی زناگرها عمری دراز نمیبینند سبب که الله ناراضی است من پیامبر وعدش است که 3 چیز با وجود می اومده است یکم عمرت کوته میشه عمری دراز نمیبینی در دوام 20 سال و 30 سال من میدونم چندین زناگرها جوان مکشه برفتن چندین زناگرها راه حق نیافتن راه بد گرفتن عاقبت نرسیده برفتن امروز بیمار در خانه خواب هستن بعد یک بار بیمار شدی بعد 1000 توبه کن 1000 پشیمانی کن اصلا صحت قیمت چیز در دنیا نیست عزیزانی من اصلا صحت قیمت در دنیا چیز نیست خدا صحتی تگیر تکود دنیا هم در کار نیست در پیش سلامتی همه چیز بیکار سلامتی نباشد دنیا چی در کار این آش خوردن در بسلامتی های این مرکه اومدن بسلامتی های این نماز رفتن سلامتی های یک شهر رفتن سلامتی های سلامت نباش نه الکود میفارد نه زن میفارد نه دنیا نه خونه و نماز خطرهای بلند نشینتم بیکار است من یک بایی که شیشتم هم صحبت بیمار بیچاره دیگر داملا جان چقدر دنیا برای آدم خدا یک بارک تنیسیتم تید چقدر دنیا برای پیش بیماراشی بیچاره گو که چی آشت بیارم گوشتت بیارم نونت بیارم پولت بیارم دیگه یک دعا که الله خدا خط تنیسیت بکنه پولتم در کار نیست اگر خواهی که انشاءالله تنیسیت داشته باشی خواهی که دائم انشاءالله زندگی خوب کنی انشاءالله خدا خط زینا نکن بعد اینا نزدیکی میکن 3 دیگهش میدانی چی است در آخرت است عزیزانی من در آخرت در قبر عذابی سختری در گرفتار میشوی ولی خیال نکن که قبر میگویم تا بیکار جا نیست القبر روضة من ریاض الجنه او الحفرة من الحفرة النیران قبر یا که ای باغای جنت میشه یا که از چی دوچقیای دوزخ میشه در اونجا میپرسد الله در اونجا وقت میته ساعت میته 5 سال و 10 سال الله میداند که قیامت میشه تا قیامت یا راحت میکنی یا عذاب میکشی پرسیده میشوی یعنی آدم های زناگر روش از قبر میگردن حال ما شما محیط میمانیم روش میگه طرف قبله کن وقتی که قبله کنش نمیگردن آدم زناگر اگر بیتامه انشاءالله مرد پیش رسول الله صلی اللہ علیه وسلم یک جوان اومد بینه گوش کنه یک جوان اومد گفت یا رسول الله همیشه صحاباش تگیدن در اطرافی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم گفت اجازت من زنا میکنم صحابا در غضب شدن گفتن این چی میگه این پیش محمد بوده این چی گفته است این چی گفت زده است رسول الله شما آرام باشه آرام بشه گفتن من به این صحبت میکنم گفتن خواب من بیا بچم بشین حتی میگه زانش رسول الله با زانی او جوان یک جایه کرد گفت بچم چی میگویی
گفت که زنا میکنه. خود گوش کرد زنا بین چی میشه عاقبتش. خب بچم خوب میکنی گفت زنا میکنی گفت. یکم سوالش داد مادر داری؟ حالا جوان که مادر داره. همین مادرت گفت با مادر یک از بازی کنه. تو نمیفارد؟ گفت که نمیفارد. خب خواهر داری گفت که خواهر دارم. همین خواهرت که گفت یک از بازی کنه. میگه دولا این جوان نیم پره از جاش خیست. و بچم بشه گفت. بعد گفت که عمه داری؟ گفت عمه دارم. عمه کسی یک از زنا کنه. خاله داری؟ خاله گفت که پیامبر اسلام همون کسی که زنا میکنی یک کس نه چیه عمه های، یک کس نه مادر های، یک کس نه خواهر های، یک کس نه انشاءالله خاله های. اینا نبرو میخواد برفتگی بوده که بالای زن یک کس خواب باشه میپرد. گوش سواتون خود جوابی لیکن کنی توبه نکنی میکشی. پیامبر اسلام حدیث از کسی که گفت اگر با یکیم که سر هزار کسی اگر زنا کنه سر هزار کسی خدا به پول تجاوز میکنه. نیاد نبرو این دنیا همش قطعات دارد. اگر گفتم که با پول کنیم به پول تجاوز میکنه. زنی کسا پیله کنی زن تا پیله بکنی حدیث هست. نیاد نبرو خواهر یک کسا پیله کنی خواهر تا پیله بکنه. چونکه جزات اگیتان در کارت در دنیا. این دنیا نگو که حساب کتاب نیست. دنیا حساب کتاب داره باران در الله هست. عزیزانی من الله ما شما را دیده است. چی خوبی و چی بدی و چی نیکی ما چی عمل میکنیم چی کاری میکنیم عزیزانی من. از دو کامل آیات نبراره. دو کامل در گیتی که آیاتی ما شما هست. من طرفی راستانگیش ثوابامون نیسته بدار. طرفی چاپانگیش گناهامون نیسته میشود. این کامل فقط داخل نشان نده روز قیامت. چی کار کردی در کجا چی گناه کردی عزیزانی. حیوان مسلم میگن که اذا دخل الزنا و ربا در کدام قوم و جمعیتی که زنا اگر بسیار شود پرستین بسیار شود. من امروز پرستین آب گیرید بدانید پرستین امروز بیچاره را پول داده یک سوم داده 10 سوم کردید داده یا نمی این هم حرام است. از گوشت خوب این حرام است. ولی من اسلام در گوشت خوب است این پسترین یعنی حیوان در اسلام حساب شود. کی جاش و بسم الله و ذبح کردنم و شوفتنم پاک نمیشود. کسی که پرستین میتید آدم ها را گلوزین میکند انشاءالله و یکی از حرام است. اگر ایوی پرستین زیارت کعبه رایی در بارم قبول نیست. یعنی زیارت کعبه با پلی حرام میروی و پرستین نه و ایوی زنا نه ایوی قیمار نه عزیزانی من. آیت خدا خواهد کسی پرستین میتید کسی پرستین میخورد و نجاست خیلی برابر است. و بیچاره خودش قرضدار بیچاره نزد دوامت محتاج یک سوم پول گفته اومد با گروزیتش کن. گروزیتش کن. خودش نداره بیچاره خودش محتاجه. خودش انشاءالله چی هست محتاج چیز است. بیچاره امسا با گروزیتش کن. یک سوم دادن 10 سوم گیسته که یک بچه که دختری کمال که صحبت کردم میگوید 8 سال است شوهرم فقط پرستین میدید. 8 میلیون پرستین داده میگه نون نداره امروز بخیر. از بیناموسی پرستین اشاری بود است. من با دیگه جایی صحبت نکردم دختری اشاری است. بیچاره 4-5 بچه داره میگه دامه از پرستینتیه تمام شده. خدا نمیترسی. بیچاره خودش کم بگه. ولی بیزنسمن ها یافته کن میتونه گاو فروشا هستن گاو فروشا ولی بیچاره خودش در داری گاو بوچینه بودن دیگه با هوایی را تلش میکنه. با بیچاره خودش های بانکرات 50 میلیون شده گورمدن 200 شده با هوایی را با 2 میلیون نمیتشه بیناموز بایدتش. این چی کریستان با من نفهمید میسته آدهای بزرگ بود کریدیت فلان پیستان چیزا نیست در اسلام. بیچاره کم بغلا فهمده بعدش گرفتم رفته است بیچاره 5 سال و 10 سال حکومت از دسته پوله بعداش خانه سلا کرد بعداش آیلاش جدا شد پول نیستی. اما میدونه من با چرا بیچاره برای یاردم کردم خدا قرآن ده میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اقرضوا الله قرضا حسنا. شما میگه درای من قرض حسنه که با هم میدی ثوابو بیچاره یاردمش که کریزیس برای بیچاره دستومی تیه بشت لوخت جمع کرده بیچاره برای آیله شکنه
آیلش زندگیش برپا کنه با جای با دستخیل تیلا کردن. همین کسی ممکن است. همین مسلمان است، همین برادری هست مونده، همین برادر چی گرده. اچولا های در قلب بودونده پرکافت زده. الله نمیترسیم عزیزانی من چیکار داریم. کسی که زنا میکند در وقت زنا کردن ایمان رو جدا میشود. ایماندار نیستی تو، به ایمان زناگر میشود. به ایمان ایمانم نباشه. تا به حدیث امام بخاری است، مثل که میگه در حالت زنا کردنش ایمان مثل میگه کرته کشیده بشود. ایمان جدا میشود. فعلا میگه که نکو عیب نکو نکی کار من از تو جدا میشود. اگر در همه حالت موری جنازت درست نیست. اگر در بالای زنا اگر مرده مانی جنازت نمیکنی. این بازی نیست برای شما. این چیزی نیست که تو تمام دخترهای مردم فیلیپین نایزان، تمام زنهای بیچاره در راستی شوش بیچاره 10 ساله زندگی رو بکن تو در اینجا دختری بزنی یا فکر نگردی. ای خدا نمیترسی؟ ای خدا امید نداری؟ اگر نماز خواه باشی نماز قبول است. بعد نماز خواه رو بینیم بیناگر. خدا نمیترسی؟ تو چی نماز خود نفده مسجد میریم و صحبت آلیمان نمیشینی نکی با کلگی کار نکنی. بعد جوانای مشیدم خدا خواهد من این نفرت که نگیتیم همین فاتحه کردیم بلان نموندی خدا خواهد. مادر زینا چی هست؟ دست قبیدن هست. این سرچشمش هست. که دست میکنی که خدا خواهد روش میکنی که بعد در بسیار خود میگیری. انا عاقبتی سرچشمش. شیطان ملعون میگه که اگر میگه یک جوان و یک دختر یک جایه شود سیمش من است. البته واسواس میکنه که سیرم که شیطان است. شیطان واسواس میکنه دست بوسش کن بندش کن فلانش کن. عاقبت مادر زنا سرد شود. شیطان ملعون بینیم. شیطان هر روز شرش شیطان بچه هاش عملان در صرف میکنه. میتونست که امروز تو میروی امروز چکار میکنی؟ فلان آدم از قفاش میگردی فلان کار میکنی بگل بعد اچاد میگیست است که نه چیکار یادش می آمده است حق است که میتونستی چیکار کردی؟ من مابین دو زن و شوهر ندوم جداشو کردم. ای هیچی نکرده. ای سهر باید دیگر میگیره ها نیکا کنه میره. یا تیتکش می اومده است تو چیکار کردی؟